زمستان سرد آمد عزیزان من. در این سرزمین میدانیم که فقرا و مستمندان همیشه نیاز به کمک دارند، اما در زمستان بیشتر. فقر همیشه سخته، اما در زمستان سخته. احتیاجی همیشه سخته، اما در زمستان بیشتر. هوا خیلی گرم میشه در تابستان. یک فقیر خیلی کاری که بشه چه کار میکنه؟ از خانه خود بیرون میشه، بیرون از خانه میخواد، پنجره را باز میکنه، یک کارتنی برمیداره و بالآخر خود را به همون شیء بسیط و ناچیز خود پکه میکنه. خلاصه میشه به نوعی از انواع طاقتی بیاره. زمستان به سردی چه کار باید بکنه؟ در بسته، خانه سرد، پنجره بسته، خانه سرد. یکی فقیر شده یکی غنی به خاطر چی هست عزیزان من؟ کسی که فقیر شده الله رو دوست نداشته؟ کسی که غنی شده این دیگه محبوب الله هست؟ نه. فقیر به نوعی به امتحانه، غنی به نوعی به امتحانه. هر دو در امتحان هستن، هر دو در امتحان. که فقیر چقدر صبر میکنه و غنی چقدر شکر میکنه. شکر غنی هم این نیست، شکر اغنیا این نیست که خب بخور، خب بپوش، خانم گرم و چرم و اینها، بعد یک دو تا عروق هم بزن، بعد بگو خدایا شکر. این شکر نیست. هوا سرده، میخوای بندی شاکر الله باشی، حرکت بکن، دروازه خانه فقیر در بزن، حرکت بکن. بهشت رفتن آسان نیست. از زیر لحاف که انسان به بهشت نمیره، از خانه گرم و چرم و اینها به بهشت نمیره. نبی مکرم اسلام میفرمایند حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره. اطراف بهشت سختی ها گرفته، اطراف بهشت سختی های، به سختی باید به بهشت بری. هوا سرده، برو به می هوای سرد، کوچه به کوچه، منزل به منزل، خانه به خانه، دروازه فقیر در بزن. اگر کسی گفت چه کار میکنیم شما، بگیم من به جنت میخوام برو، میخوام رضایت الله را. خانه فقیر در بزنیم، پشت دروازه خانه فقیر رضایت الله است. کوچه به کوچه حرکت بکنیم. شخص زکات میده، فکر میکنه خیلی کار کرده. خوشحال باش که فقیری هست که از تو میگیره. اگر فقیری نمی بود کجا زکات میدادی؟ این حکم خدا کجا اجرا میکردی؟ اگر فقیری نباشه، پس به این است که برای اغنیا میگم جدا از مسئله زکات، درسته از 100% 2.5% ار میدیم، از 40,000 1,000 ار میدیم، خوب گپیه و حقه، ندیم که به جهنم میریم. جدا از این مسئله متوجه فقرا و مستضعفین در این هوای سرد، در این هوای سرد که فقر، در کنار فقر بیکاری، در کنار بیکاری مسائلیه که اگر این شخص نان نداشته باشه بخوره، به 100 مصیبت دیگه گرفتار میشه. الله سبحانه تعالی در 10 آیه قرآن بحث انفاق را مطرح کرده، بحث صدقه را مطرح کرده، بحث بالآخره کمک به فقرا و مستضعفین را مطرح کرده.